تا حالا شده با رفیقت بری رنگ یه جا بزننت بعد ندونی بگی کجا خوردی؟ خب این ویدیو خیلی به دردت میخوره. سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. بنده بلوکسیدم و درخواست نده دلغک و توی این ویدیو میخوام که بهتون اینفو دوتا از مپای واقعا مهم کال آف، حالا چه تو رنگ چه تو اصلا کلنوار هم زیاد میزنن تو کامپ اینا و اینا. آره دیگه بهتون بگیم و برین عشق کنیم، چون واقعا کالوت چیز خیلی مهمی اصلا. با رفیقت میری رنگ یه جا میزننه بعد بگی از کجا خوردی که رفیقت همون جارو نخوره. بعد دارک. خب برعکس با مپ فایرینگ رنج شروع میکنیم. بله اینجا که دیپ، حالا معمولا به جایی که اسپان میشن اسپان اولیه میگن دیپ، حالا زیاد چیز خاصی میتونی اصلا بگی ته اسپان. اینجا دستشوییه، اگر تو سرور ایو همون اروپا افتادی یا عرب افتاد میتونی بگی WC یا حمام مثلا. حمام هم میشه و اینو حقیقتا خودم هم نمیدونم بهش چی میگن، ما میگیم آهنی کوچولو کنار چوبی. این هم بچه خونه چوبیه که توی اروپا هم میتونی بهش بگید وود هوم، مثلا وود این چوبی. میریم جلوتر به این میگن لانگ بی. خب این کلن به هر محلی که دراز باشه، مثلا الان به این واقعا لانگه، خب میگن لانگ بی. خب به اینجا میگن بک بی. خب از این محدوده تا الان بریم اینجا میشه بک بی. حالا میگم اینجا میشه پشت باز، اینجا میشه پشت ماشین سبزه. به اینجا میگن تایر. خب به اینجا میگن تایر. کلا از این محدوده که همش لاستیکه تا این کانتینر رو میگن تایر کلا. به اینجا میگن نارنجی. خب حقیقتا چیز خونه نارنجی هم میگن، البته میگم کلا اسم خاصی نداره خونه نارنجی. به این میگن تین یا همون خونه آهنی. این میگن تاپ تین، بالا تین. این میگن زیر تین. به اینجا میگن میدل بی. خب اینجا میگن میدل بی، اینجا میشه کنار میدل بی. حقیقتا اینجا چیز خاصی هم نداره، واقعا اینفو خاصی نداره. این بچه به اینجا میگن بومب ساید بی. خب بومب ساید بی اگر هارد پوینت بودید نگید ساید بی. این رنگش چه رنگیه؟ سبز. بگید گرین. توی هارد پوینت فایرم چون انمی زیاد اینجا کنه اسپان میشه، چیز بگید گرین اسپان شد، گرین زن. البته تو سرچ میگن ساید بی، ولی خب به این میگن اتاقک بی دیگه، خودتون میدونید. به این میگن اتاقک بی. این به اون میگن اتاقک بی، به این اتاقک لانگ بی. مثلا نبودش اتاقک لانگ بی. و آره دیگه، آره بریم سمت ای. بریم سرمایه خوردم. و به این میگن بچه ها پشت نیسان. معمولا میگن پشت نیسان آمیانش. اینجا که گفتیم دیپ محل اسپان شدن انمی کلن. اینجا رو میگن آرموری و کلا به اینجا میگن آرموری. اینجا هم چیز خاصی نداره دیگه، میشه آرموری میتونیم بگیم. به اینجا میگن بچه ها ساید ای. و الان اگر از اینجا اروس بچه های چی هم یادم رفت، به این رد هم میگن به WC، ولی خب دستشویی راحت‌تر. از این ماشین سبزه تا آرموری و یعنی تا همین پله های کانکس رو میگن لانگ ای. به اینجا هم که میگن کانکس، به اینجا میگن میگن. البته میگم چیزو بیشترتون بلد بودید تو رو، چون
اسنایپ و اینا کلا زیاد میزنن، یه سری تا میزنن کلا رو به اسنایپ. اینجا میگن تاور، از این یادم بره. بله به این قسمت میگن پیوان. خب مثلا اینجا نشسته یا میگه یا پیوان زد منو. و این بود بچه اینفو من که فایر. حالا اینجا اگه باشه میتونید بگید برل زد منو، نمیدونم پشت پلای کانگی زد منو، پشت چوب ای زد منو، تایر و آردی چیزا. بریم برای مپ بعدی. خب بربرس میریم سراغ مپ بعدی، یعنی مپ تونسیا. طبق معمول جایی که اسپان اولی است میگن دیپ. خب میرسیم اینجا رو حقیقتا اینفو خاصی نداره. میتونید بگید بک مارپیچ یا به اینجا میگن مارپیچ میدل، به این قسمت میگن میدل، به اینجا میگن گیرین. خب کلن به اینجا میگن گیرین. الان میریم تو ای، به این تیکه که کلن میگن ساید ای، به این قسمت میگن زیر واینری. خیلی آنجا خوبیه، به یه سری هولدا باید اینجا بشه. حالا تو بحث دیگه این نمیریم. به اینجا میگن واینری، به اینجا میگن بک واینری، اینجا میشه گفت زیر واینری که به اینجا حقیقتا نمیدونم خودم اسمش چیه، اسم خاصی واقعا نمیگم. لانگ ای میشه بهش گفت. آره دیگه منطقیش لانگ ایه. به این تیکه بچه من یلو بالکن هم میگم، حالا بالکن یلو هم میگم. بریم اینجا به این تیکه میگن لانگ بی. اینجا میگن بلو، مثلا اینجا دفاعی میگن بلو. حالا تایم هم دیگه تموم میشه. اینجا بچه ها میگن رد. خب این تیکه میگن رد. به اینجا میگن تاپ بی. الان دوباره میریم بیشتر. متاسفانه مپ تونسیا تو تیم دیس مچ نیستش که بخوام مثل فایرینگ رنج کنم. بله خیلی بده. طبق معمول اینجا میادم که میگم اینجا باز گیری میشه. اینو بهش میگن بالای بی. به اونجا البته میگن بالای بی، بستگی داره که تیمت منظورش کدوم بر باشه. این برا معمولا میگن سمت بیس، مثلا میگن فلانی برو تو سمت بیس رو بگیر. خب دو طرفش به نظر من تاپ بی میشه و این بر میشه تاپ راست یا تاپ چپ. این میگن میدل بی و آره دیگه این چیز خاصی نمیتونستی بچه تیز تموم شدش. راستی به اینم میگن پلای میدل. خب دوستان عزیز دمتون گرم که تا اینجای ویدیو بودید و دیدید و اصلا دمتون گرم، مرا معرفت دارین و خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید اگر به کارتون اومد، چنل رو هم ساب کنید اگر هم محتوای مولتی خوشتون میاد و فعلا تا ویدیو بعدی خداحافظ.